امروز به همگان ما معلوم است برادران، ما رنگ اینها تهمت نمیکنیم. به همگان ما معلوم است که اینها پیروان مذهب را نابسته حنفی تو مالکی شافعی حنبلی فرق ندارد. هر کسی پیروی از مذهب میکند در عقیده اینها پیروی این عمل حرام است، این بدعت است، این ضلالت است. یعنی برادران شما یک کم ترک در گردی هر یک اصطلاحی را که اینا استفاده میبرند وقتی میگن پیروی حرام است، پیروی بدعت است، پیروی ضلالت است، پیروی گمراهی است، ما باید مقلد نباشیم، ما باید پیروی از اینها را نکنیم. میگن که ابو حنیفه یکی از امت پیامبر بودند. ابو حنیفه خطاگی ها هم داشتند، درستی ها هم داشتند. ما مذهب را بالکل نمیگیم که هر کسی که در مذهب است یگون حکمی نمیگذاریم. ما میگیم که در مذهب باشی هم منصف باش، در مذهب باشی متعصب به مذهب نکن، در مذهب باشی به مانند کرخی، به مانند تفتزانی حنفی شافعی را تکفیر نکن. تکفیری های مقلدین، مقلد است جاهل است لیکن تکفیر میکند. حنفی را ما هزارها مراتب بالاتر از این دعواگران مقلدی کور میدونیم. برای همین میگیم که اینها دروغ میگویند، دعواهایشان غلط است، دعوایشان دروغ است، اینها خیلی هم جاهل هستند.